یک توریست ایسلندی به نام ادوارد با کلی تجهیزات عکاسی به ایران اومد تا فرهنگ و تاریخ کهن ما رو کشف کنه، اما معتادش کردن. ماجرا اینه که روزای اول با شور و شوق در بازارهای یزد و شیراز قدم میزنه، دنبال صنایع دستی و گنبده و کاشیکاراست. یک روز در بازار کرمان یه هموطن بهش پیشنهاد میده که شب رو مهمونش باشن و بهشون خوش بگذره. توی خونه پیرمرد بهش چای تعارف میکنه و با لبخند میگه اگه دنبال چیزی باشی که روحتو تازه کنه بگو. ادوارد که در ایسلند فقط با چای گیاهی و قهوه‌ای فیلتردار آشنا بوده فکر میکنه منظورشون یه جور دمنوش سنتی ایرانیه. با کنجکاوی میگه بله حتما امتحان میکنم. یه وافور جلوش میذارن. ادوارد که هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداره فکر میکنه این بخش از یک آیین و رسم محلیه. یه پاک عمیق میزنه و انگار کل کهکشان جلوی چشمش رژه میره. از اون روز ادوارد دیگه اون توریست کنجکاو سابق نیست. صبح به جای بازدید از آثار تاریخی مشغول نشه کردنه. محلیا که حسابی با اون رفیق شدن لقب ادوارد وافوری رو بهش دادن. حالا دیگه نه به ایسلند فکر میکنه نه به عکاسی از بناهای تاریخی. اون میگه ایران حالا هوای خودشو داره، ایسلند کجا همچین چیزی دیده. خب اینم شد کار فرهنگی ما و نشون دادن عظمت و تاریخمون به دنیا.